کسی که توبه کند و به حقایق ایمان بیاورد و عملکرد شایسته و مفید داشته باشد، بیشک اینان کسانی هستند که خداوند گناهانشان را به نیکی‌ها تبدیل می‌کند، زیرا خداوند آمرزنده و باگذشت است. کسی که توبه کند و دست به کار نیک زند، بداند که خدا به شایستگی توبه‌اش را می‌پذیرد. و کسانی که به دروغ شهادت نمی‌دهند و هنگامی که از کنار کار بیهوده و ناپسندی می‌گذرند بزرگوارانه از آن گذر می‌کنند. و کسانی که چون آیات پروردگارشان بر آنها خوانده شود کر و کور روی آن نمی‌افتند. و کسانی که می‌گویند پروردگارا وجود همسران و فرزندانمان را مایه روشنی چشم ما قرار ده و ما را پیشوای پرهیزکاران کن. همه اینان کسانی هستند که به خاطر صبر و استقامتی که کردند غرفه های بهشت را پاداش خواهند گرفت و در بهشت با درود و سلام روبرو خواهند شد و جاودانه در آنجا خواهند ماند. چه جایگاه و مکان خوبی است بهشت.